بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علیه السلام رو خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنیم. به ویژه دوستانی که تلاش میکنن، زحمت میکشن برای ترویج کلمات و سخنان و زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام. برای شناخت اون حضرت چند منبع وجود داره. نخست قرآن. آیات متعددی در قرآن به توصیف امیرالمؤمنین علیه السلام پرداخته. البته اسم ایشان در قرآن نیست، اما اوصافشون آمده. حتی دانشمندان اهل سنت کتاب نوشتن در این رابطه، مثل حاکم حسکانی که کتاب شواهد التنزیل رو نوشته و بیش از 100 آیه در وصف امیرالمؤمنین از قرآن کریم آورده، مثل آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله تا آخر، آیه مودت، آیه تطهیر. منبع دوم برای شناخت امیرالمؤمنین کلمات رسول خداست که این کلمات کم نیست. پیامبر در خیبر فرمودند که فردا پرچم و دست کسی میدم که خدا و پیامبر او رو دوست دارن و او هم خدا و پیامبر رو دوست داره. در تبوک رسول خدا فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. دوستان، منبع دیگر برای شناخت حضرت علی علیه السلام کتب غیر مسلمانان است. دانشمندان زیادی از مسیحیان، حتی غیر مسیحیان، در مورد حضرت کتاب نوشتند. یکی از بهترین اونها صوت العدالت الانسانیه است که جورج جرداق نوشت. چون تمام زندگیش وقف امیرالمؤمنینه. حدود شاید 70 سال شبانه روز با امیرالمؤمنین و نهج البلاغه انس داشته. برای شناخت امیرالمؤمنین قرآن، کلمات پیامبر، سخنان غیر مسلمانان و یکی دیگر از مهمترین منابع شناخت امیرالمؤمنین علیه السلام نهج البلاغه است. این کتاب ارزشمند مشتمل بر خطبه ها، حکمت ها، نامه ها که اگر کسی بخواد اون حضرت رو بشناسه کافی است یک در واقع نگاهی به این آثار و به این کلمات بیاندازه. به هر حال شخصیت والایی است. میدانید ائمه ما وقتی ازشون سوال میکردن میفرمودن ما همه مساوی هستیم، کل ائمه ما نور واحدن، اما همشون میفرمودن اما پدرمون امیرالمؤمنین بر ما فضیلت داره. لذا برتری امیرالمؤمنین بعد از پیامبر گرامی اسلام جای تردید نیست و ایشون ویژگی هایی دارد که منحصر به فرده. در اسلام سبقت داره، همسر حضرت زهراست، ابوالحسنین، جان پیامبره، بیشترین جهاد رو در اسلام ایشون داره. علم ایشون علم بی‌نظیری است. و اینا چیزایی است که خود قرآن هم ملاک برتری میدانه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. ان شاء الله همونطور که خودش فرمود برای من یار باشید با عملتون، اعینونی به ورع و اجتهاد، با تقوا و تلاشتون من علی رو یاری کنید. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.